حرف مردم یه چیزی مثل باد تو کوچه های تنگه، از هر طرف میکوبه بهت، گاهی سوز داره و استخونتو میلرزونه، گاهی خفه کننده است و نفس تو سینت حبس میکنه تا بخوای خودتو جمع و جور کنی یه موج دیگه از راه میرسه. مردم نمیذارن آروم بگیری چون اونا فقط یه کار بلدن، حرف زدن. اگه ساکت باشی میگن زبون نداره، اگه حرف بزنی میگن زیادی زبون داره، اگه بخندی میگن لوسه، اگه جدی باشی میگن یوبس و مغروره، اگه موفق بشی میگن از راه درست نرفته، اگه شکست بخوری میگن ارزه نداشت. خلاصه هر راهی رو بری تهش یکی پیدا میشه که واسط قصه بسازه. مردم همیشه یه چیزی میگن اما آخرش تویی که باید زندگی کنی. اونا فقط تماشاچی هن. این تویی که تو میدون زندگی داری جنگ میکنی. پس واسه کی زندگی میکنی؟ واسه خودت یا واسه زبونای هرز؟ بذار هر چی میخوام بگن، تو راه خودتو برو، چون وقتی پرده بیفته صدای اونا خاموش میشه ولی صدای زندگی تو ابدی میمونه.